برای اونه که بیشتر اویله کمبیزات در بر گیرد باید که ایندیکاتورهای معین کردن اویله های کمبیزات با ازنب دیده شود. چون یک وقتا بود پارابولیس که آنتنا داری تو کمبیزات نیستی، تو اینش داری تو کمبیزات نه، اینو امروز ارزیابی شدن نمیتونه. این چیزی مثلا برای زندگی مهم نیست. ارزیابی دیگر چیز می شود. برای همین ایندیکاتورها در سال 2024 و 25 با ازنب بررسی میکنیم، ایندیکاتور رو میبینیم و موافق ایندیکاتور متدیک اویله های کمبیزات معین کردیم. من ایندیکاتورها همین خیلی هستند. من از شکل ایندیکاتورها رو من نشان دادم. همه وقت برای گذراندن معین کردن ایندیکاتورهای نگهداری اهالی از طرف بانک جهانی می شود، چون فرمولای این معین کردن ایندیکاتور بانک جهانی دارد و ها تحقیقات میگذارند، موافق تحقیقات بالها را معین میکنند، فرمولا را میگذارند و وزارت تندرستی به پیشنهاد میکنند. برای کارمندان جماعت ها مباید کارمند اجتماعی جهت تعیین نمودن کمک‌های عنوانی اجتماعی قبول نمایید و وقتی کارمند اجتماعی قبول کرده می شود، کارمند اجتماعی برای تعیین کمک‌های عنوانی در سطح جماعت برای بیشتر فرا گرفتن اویله های کمبیزات و شفافیتی تعیین و پرداخت کمک‌های عنوانی اجتماعی بود، خصوصا در همین مسئله، چون که تو این دوره کمک‌های عنوانی اجتماعی صرفای تشکیلات‌های جمعیتی از طرف مقامات اجرایی حکومتی دولتی و شهرک و دهات با جماعت‌ها وابسته کرده شدند و متصدی مانده بودند. این یک کاری جمعیتی بود و این کاری جمعیتی برای ما خیلی دشواری می آورد، چون که امروز دی متخصص میمونن وابسته به کمک‌ها، فقط دیگر شغلش میکنن میمونن. در همین صورت بسیار سنجش های اودیتوری گذرانده شده بود که کارمندان هم جماعت و کارمندان نظام حفظ اجتماعی با چاره های ماموری و حتی جنایتی کشیده شدند. برای از همین لحاظ ما وقتی که قرار 488 قبول کرده شد، جهتی که پس شدن مسئله های یعنی شفافیتی همین کمک های عنوانی اجتماعی، ما مجبور شدیم که در هر سال یعنی که اگر 422 تا جماعت در شهر و ناحیه‌های جمهوری باشد، همین 422 جماعت ما با کارمند اجتماعی گیریم.